خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. خوش اومدید به زوم نیوز امروز رادیو قبرس، بخش خبری جیانارم. اول هفته شد و امروز قرار بود که مجلس قبرس شمالی در خصوص بودجه سال 2025 جلسه داشته باشه. قبلتر حزب مخالف گفته بود در صورتی توی این جلسه شرکت میکنه که آقای اوستروکلر که به عنوان رئیس انتخاب شده بود توی جلسات نباشه، چون این حزب ایشون رو به عنوان رئیس قبول نداره. البته از حزب خود دولت هم هستن افرادی که این حرف رو تکرار میکنن. نهایت این که نمایندگان مجلس میان داخل سالن رو میبینن که بله، آقای اوستروکلر زودتر اومده و رفته روی صندلی ریاست نشسته. درگیری از اینجا شروع میشه و از فحش دادن میرسن به تنش‌های فیزیکی. وسط همه این بگیر و ببندا که آقایون داشتن همدیگه رو کنترل میکردن، خانم دریا یکی از نماینده ها با داد و فریاد میاد سمت آقای اوستروکلر و لیوان آب روی میز رو به سمت ایشون خالی میکنه. خلاصه که اتفاقاتی بود امروز توی مجلس. در نهایت هم یک هفته دیگه مجلس رو تعطیل کردن. در خصوص بودجه هم بد نیست بگم، بودجه سال 2024 قبرس شمالی 78 میلیارد و 717 میلیون لیر بود که امسال ظاهرا قرار با افزایش 73% برسه به 136 میلیارد و 280 میلیون لیر، یعنی تقریباً 4 میلیارد دلار. جراید قبرس جنوبی اعلام کردن بنادر هوایی و دریایی این کشور به دلیل استقرار و جابجایی مداوم کشتی‌ها و هواپیماهای جنگی به دلیل جنگ در خاورمیانه عملاً به پایگاه‌های امریکا و ناتو تبدیل شده. 12مین ماراتون لفکوشا تو روز یکشنبه اول دسامبر برگزار میشه. این ماراتون شامل دوی عمومی 21 کیلومتر، 10 و 4 کیلومتر خواهد بود. علاقه‌مندایی که دوست دارن میتونن به آدرس لفکوشا ماراتون مراجعه کنن و ثبت نام آنلاین انجام بدن. سازمان هوایی قبرس شمالی اعلام کرده که ورزش‌های هوایی و پروازهای هواپیماهای بدون سرنشین بین تاریخ‌های 12 تا 15 نوامبر ممنوع خواهد بود. و سازمان آمار قبرس شمالی جمعیت سال 2023 رو 476214 نفر شامل 257789 مرد و 218425 زن اعلام کرد. قیمت امروز دلار تو قبرس شمالی 68000 تومان، یورو 72780، پوند انگلیس 87690 و لیر ترکیه 2010 تومان بود. دمای هوا برای فردا ماگوسا و اسکله 16 تا 21 درجه، نیکوزیا 13 تا 21، گیرنه 14 تا 22، لفگه 15 تا 23، پافوس 16 تا 24، لیماسول 12 تا 25، لارناکا 16 تا 26 و کارپاز 15 تا 18 درجه سانتیگراد گزارش شده. و حرف آخر این که فریب یعنی باور به چیزایی که واقعیت ندارن، به خصوص وقتی کسی یا چیزی باعث میشه که ما مسائل دروغین رو به عنوان حقیقت بپذیریم. این میتونه به دلیل تبلیغات، رسانه‌های جهتدار یا افرادی باشه که فقط نیمه ای از حقیقت رو نشون میدن. فریب از این جهت مهمه که آدم‌ها رو به خواب میبره، یعنی باعث میشه که باور کنن چیزایی که میبینن و چیزایی که میشنون کافیه و دنبال حقیقت نرن. روحیه خوب، دلتون شاد، لبتون خندون.